روز قیامت بسیار دوستان از دوستان فرار میکنن. 3 تا صفت داره دوست نیک. رسول خدا فرمود اولین صفتش اذا رؤوا ذکر الله، همین که به چهرهش نگاه بکنی، به صورتش نگاه کنی، مستقیما به یاد خدا بشوی. الله اکبر. هر وقتی که به چهره دوستت نگاه کنی، هر وقتی که در برابرش قرار بگیری، هر وقتی که با هم یک جا شوین، چنان نوره، چنان معنویت، چنان صفت زیبایی دارد، چنان صفت اخلاق و زیبایی دارد که به مجردی که به چهرهش نگاه میکنی مستقیما به یاد الله میشوی. دوم صفت رسول صلی الله علیه و سلم فرمود همین که در کنارش می نشینی جهلت دور می شود، به تو خدا علم نصیب می گرداند. یعنی وقتی در کنارش می نشینی از او علم می آموزی، او می داند، خدا می شناسد، رسول الله صلی الله علیه و سلم می شناسد، دین می شناسد. هم نشینی با او تو را عالم می کند، هم نشینی با او محو می کند جهالت تو را. سوم رسول صلی الله علیه و سلم می فرماید وقت به همراهش به صحبت میشوی به یاد آخرت میفتی. حالا ما ببینیم چقدر از این دوستا داریم یا چقدر نداریم. آیا از این دوستا داریم یا نداریم؟ اگر نداریم خب خیلی نقصان کردیم، خیلی زیان کردیم. تلاش بکنیم که این گونه دوستها پیدا بکنیم.